این دونالد ترامپ است که پس از سویقسد به جانش به جز گوشی داکپیچ چیزی در چهرهش تغییر نکرده است. جانبدارانش از ҳизби ҷумҳурихоҳ او را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی نامزد پیشنهاد کردند. در انجمن ҳизби ҷумҳурихоҳон جیمز دیوید ونس سناتور از ایالت اوهایو معاون ترامپ معرفی شد. Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. سناتور 39 ساله جوانان را برای شرکت در انتخابات جلب میکند. او در گذشته از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ بود و حتی او را گیتلر امریکا نامیده است. پرزیدنت بایدن او را یک مسخره باز ترامپ نامید. J.D. Vance be nominated by acclamation. ترامپ و معاونش در روز یکم انجمن که در آن 2400 وکیل حزب از سراسر امریکا جمع شده بودند معرفی شدند. چند قدم دورتر از انجمن جمهوری خواهان مخالفان ترامپ اعتراض کردند. به فکر ما مردم نباید فراموش کنیم که در انتخابات دو نامزد داریم که یکی از آنها به 34 جنایت گمانبر می شود. ظاهراً انتخاب وانس به حیث معاون ترامپ به تلاش‌های او در انتخابات نیروی تازه بخشیده است. سوال درباره گذشته نیست، سوال درباره آینده است که ما چطور کشور را می‌سازیم. انتخابات پرزیدنتی در امریکا ماه نوامبر برگزار می شود. جمهوریخواهان ترامپ را نامزد پیشبری کردند و دموکرات ها هنوز رسما جو بایدن را نامزد انتخاب نکردند. خود بایدن گفته است که با ترامپ در انتخابات رقابت خواهد کرد.